سلام. محصولاتی که داخل تصویر میبینی چسب های آناروبیکه. چرا بهش میگن آناروبیک؟ به خاطر اینکه این چسب ها خلا خشکه. بقیه چسب ها یا هوا خشکه یا هاردنر خشکه، ولی این مدل چسب ها فقط در برابر خلا، موقعی که توی یه فضای قرار میگیره که اکسیژن نیست، شروع میکنه به خشک شدن. مصارفش چیه؟ برای قفل رزوه ها، برای شافتا بول برینگ و برای اتصالات پنوماتیکا هیدرولیک، برای پیچ ها و برای مهره ها کد دوشو استفاده میکنن. کدایی که با دو شروع میشه، مثل 222 243 270 290 و که برای قفل کردن پیچ ها استفاده میشه. کدایی که با 5 شروع میشه برای آب بندی اتصالات پنوماتیکا هیدرولیک توی دنده ها و رزوه های قطعات میزنن و به شکلی بهش تفلون مایع هم میگن. و کد 6 که برای شافت و بول برینگ استفاده میشه، که برای ثابت نگه داشتن شافت و بول برینگ توی قطعات میزنن. در برابر حرارت مقاومه و چسبندگی خیلی خوبی به سطح فلزی داره. بسته بندی های 50 میلی لیتر و 250 میلی لیتریشا هم موجود داره. برای خریدش میتونید وارد صفحه سایت ما kimtools.com بشید و خریدتون رو انجام بدید.